شکست نابغه هندی در مقابل بانوی آهنین. سلام، به شات نایت خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که بعد از گذشت 6 ماه دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. در واقع تو این مدت اتفاقات عجیب و غریبی رو از سر گذروندیم، اتفاقاتی گاه غم انگیز، گاه دلهره آور و خلاصه روزهای عجیب و غریبی بود، ولی خب تلاش کردیم که کنار هم قوی باشیم و به زندگی ادامه بدیم، سعی کنیم که روال عادی زندگی رو حفظ کنیم و خب خیلی خوشحالیم که بعد از 6 ماه دوباره در خدمت شما هستیم و امیدواریم که ادامه دار باشه. اگر دقت کنید از آخرین ویدیو تا الان خیلی موهای من تغییر کرده، یعنی مدت زمان طولانی هستش که در واقع همدیگر رو ندیدیم. میپردازیم به بازی که در واقع سال 1990 در اسپانیا بین یودیت پولگار و ویشواناتان آناند که حالا ما اینجا به نام ویشی آناند صداش میکنیم چون خیلی باهاش صمیمی هستیم، در واقع برگزار شد. خب این دو نفر اصلا احتیاج به معرفی ندارن، هر دو جزو بهترین شطرنج بازهای دهه 90 در دنیا بودن، هر دو قهرمان شطرنج. پولگار که بهترین شطرنج باز زن تاریخه و خب آناند هم قهرمان شطرنج جهان بود برای چندین سال و هنوزم جزو بهترین است. بازی شروع میشه، پولگار با مهره سفید و آناند با مهره سیاه. E4 پولگار، C5 دفاع سیسیلی، F3 اسب F3 D6 و D4 در D4 میگیره و بعد اسب F6 اسب C3 و A6 خب وارد دفاع نایدورف میشه سیاه، شاخه نایدورف از دفاع سیسیلی در واقع، و خب همه چیز طبق روال همیشگی و روال معمولشه، هیچ چیز عجیب غریبی اتفاق نیفتاده تا اینجا. و فیل E3 و بعد E6. یه ضرب المثل قدیمی هست میگه که شما وقتی که حریفتون توی دفاع سیسیلی E6 بازی میکنه شما بهش J4 جواب بدید. J4 یه حرکت شاید عجیب و غریبی باشه، شاید خیلی منطقی نباشه که ما J4 بازی بکنیم توی شطرنج. اصولا وقتی بازی هایی که سفید J4 میکنه یا B4 میکنه و البته متقابلا در واقع سیاه همین کارو زودتر، هر کدوم یعنی زودتر این کارو انجام بده، اون بازی جذابی خواهد بود. و این اولین حرکت غیر متعارف بازی توسط کی؟ یودیت پولگار بزرگ که خب میدونه داره چی کار میکنه دیگه. بازی ادامه پیدا میکنه با E5 حمله به اسب در F5 فرود میاد، یه لوکیشن اوکازیون فوق‌العاده برای این اسب بسیار قدرتمند و خب آناند میتونه با فیل خودش اسبو بگیره یا اینکه میتونه از آپشن دیگه استفاده کنه، آپشن دوم یعنی J6 اسب رو فراری بده. خانم پولگار میگه که خیلی خوب، شما فکر کردی که من اسبم آوردم نشوندم اینجا که فرار کنم برم جای دیگه؟ نه، سخت‌تر اشتباهی. به جاش میام چیکار میکنم؟ ضد حمله میزنم، پس J5 میکنه. همین در واقع پیاده ستون G که در J4 بود حالا J5 میکنه و حالا اسب سیاه رو تهدید میکنه. آقای آناند با نقشه خودش پیش میره و F5 میکنه و اسبو میگیره. اما خانم پولگار به هیچ عنوان جوابش این نیست که همون لحظه اول بیاد و با پیادهش اسبو بگیره. پس چیکار میکنه؟ به جاش پیاده ستون F رو میگیره، در F5 پیادهش رو در واقع میرونه و پیاده حریف رو میگیره. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که آقای آناند میگه که خب پس من این اسب رو جابجاش نمی‌کنم، جابجا کردن این اسب مسخره است، به خاطر اینکه این دوتا خونه رو که ندارم، این خونه رم ندارم، این خونه رم ندارم، دوتا خونه مسخره برای اسبم دارم، یعنی خونه J8 و البته خونه در واقع D7 که هر دوتا این خونه ها بسیار منفعل و پسیو هستن. یعنی فرض کنیم اگر اسب D7 بره، هیچ شطرنج بازی در تاریخ در واقع اسبش رو بر نمیگردونه در خونه J8، خیلی حرکت مبتدیانه یه مثلا از طرف آناند. ولی فرض کنیم که اسب رو میبره D7 و بعد حرکت جذابی که سفید خواهد داشت وزیر H5، فشاری که به این پیاده خواهد آورد و بعدا فیلی که وارد بازی میکنه و البته سیاه رو بسیار میتونه تحت فشار قرار بده. پس آناند میاد چیکار میکنه؟ بیخیال اسب میشه، به جاش پیاده ستون دی رو میرونه که چیکار کنه؟ که حمله کنه به فیل و به اسب همزمان. یودیت پولگار خیلی کول و خونسرد وزیر F3 رو گسترش میده، وزیر رو به خونه F3 میاره و آقای آناند با نقشه خودش پیش میره و D4 میکنه.
خانم پولگار میگه که خیلی خوب، تو میخوایم دوتا رو بگیری، هیچ ایرادی نداره، من قلعه میرم. بازم خیلی خونسرد قلعه میره. خب همه میدونیم که نه الان سیاه میتونه فیلو بگیره نه میتونه اسبو بگیره، چون که در موقعیت آچمزی قرار میگیره وزیرش و وزیرش از دست میده. پس اسب D7 میکنه برای اینکه بتونه آزادی عمل اینو داشته باشه که در واقع سوارهای سنگین حریفو بگیره. بازی ادامه پیدا میکنه با فیل D2. فیل D2 میکنه خانم پولگار و میگه که من اون یکی اسبم بهت پیشکش میکنم. آنان قبول میکنه و با دل خوش در C3 اسب رو میگیره. فیل C3 بسیار این فیل قدرتمندی است، در ادامه خواهیم دید. یعنی تقریبا تک تک سوارهای در واقع خانم پولگار خیلی قدرتمند میشن در ادامه و میبینیم که این بانوی آهنین شطرنج چی کار میکنه. بازی ادامه پیدا میکنه. فیل G7 و خب طبیعتا به فکر اینه که قلعه بره آنان و زودتر شاهش رو از شر این بازیکن هجومی که تو مرکز هست این شاه خلاصش بکنه. و یه نکته خیلی جالبی وجود داره، پولگار هنوز این اسب رو نگرفته ها، یعنی آنان بیخیال این که اسب رو تکون بده شده، از اون طرف در واقع خانم پولگار اسب هم نگرفته. چرا؟ چون هنوز خیالش راحته که اسب خونه‌ای برای فرار کردن نداره و در واقع باید بره عقب. تنها چیزی که براش میمونه که خیالش راحته در واقع پولگار که اسب سر جاشه و ما هم کاری به کارش نداریم و تنش رو روی صفحه شطرنج نگه میداره. نگه داشتن تنش در صفحه شطرنج بسیار مهمه و شطرنج بازهای بزرگ در دنیا همیشه سعی میکنن اون استرس یا تنش روانی رو روی صفحه نگه دارن و این انگار یه دونه اسب و گروگان گرفته و خیلی راحت داره به زندگی عادیش ادامه میده. بازی ادامه پیدا میکنه و رخ G1. این رخ G1 بسیار حرکت مهمیه، چون میدونه که در ادامه قلعه میره سیاه و این رخ G1 فشار زیادی رو میاره روی این فیل که در ادامه آچمز بشه. بازی با قلعه رفتن سیاه در حرکت عرض شود بزرگ شما 15 ادامه پیدا میکنه و بعد تازه در این مرحله است که در حرکت 16 در واقع در خونه F6 اسبو میگیره با پیادش و خیال همه رو راحت میکنه. وزیر F6، وزیرم گسترش میده سیاه، حرکت منطقی و بعد وزیر E3. این وزیر E3 هم باز حرکت بسیار خوب و مهمی، اگرچه که انجین ها اصلا این حرکت رو دوست ندارن و معتقدن که حرکت حرکت دقیقی در واقع نیست، اما یه پلن خیلی عجیب غریب داره خانم پولگار براش. فرض کنیم سیاه دلش بخواد این فیل رو گسترش بده، فیل سفید رو خودش رو در خونه 3-8 که مونده و دیگه داره کپک میزنه، پس برای اینکه گسترشش بده این اسب جلوشو گرفته، پس باید این پیاده رو ببره جلو. فرض کنیم سیاه این به سرش بزنه که پیاده به 6 بکنه و بعد این اتفاق میفته. رخ در D7 اسبو میگیره، یه حرکت بی‌نظیر و جالب. فیل در D7 جواب میده و بعد فیل E5 کار سیاهو تموم میکنه. چرا؟ چون که وزیر هیچ خونه‌ای نداره که بره، نه در واقع G6 رو داره، نه E6 رو داره، نه اینجا، و فرض کنیم تنها خونه‌ای که براش میمونه 3-6 باشه که اگر به 3-6 بره در واقع یه جورایی هم حکم خودکشی خودش رو امضا کرده و یک کیش وحشتناک و تقریبا بازی برای سیاه، تقریبا که نه قطعا بازی برای سیاه تموم شده است. پس چون تمام این صحنه ها رو توی ذهنش، صحنه های وحشتناک با آنان توی ذهنش مرور میکنه، همون اول میاد خیال خودش رو راحت میکنه برای اینکه این فیلر هم از آچمزی در بیاره و پوزیشنش پوزیشن اکتیوی باشه، شاه H8 میکنه. در حرکت بعد پیاده F4 و حمله به پیاده مهم در واقع خونه E5 که در واقع خانم پولگار این حرکت رو انجام میده. وزیر به 6 میخواد وزیرها رو با هم تعویض کنه، طبیعتا قبول نمیکنه سفید، توی پوزیشن برتره و حمله میکنه اینجا به فیل و خب با یه حرکت قطع به یقین ماته. پس وزیر عقب نشینی میکنه و برای دفاع به H6 برمیگرده. رخ D6 حمله به وزیر
و البته یه جورایی خب محافظم نداره دیگه این رخ. وزیر اگر بیاد این رخ رو بگیره مات میشه در حرکت بعد. آناند میاد پیاده رو به F6 میرونه، کانکشن بین رخ و وزیر رو قطع میکنه، تهدید رو از بین میبره. یه جورایی جانانه داره دفاع میکنه آناند، یعنی خیلی سخت دفاع کردن تو این پوزیشن. فیل D2 و بعد پیاده E4 پیاده رو میرونه به سمت جلو، فیل C4 B5 حمله به فیل E6 حمله به اسب که خب فقط یه دونه محافظ داره. این فیل بنده خدا، فیل نگونبخت در خونه C8 جزو بدترین فیلای تاریخ شطرنج. رخ A7 رخ C6 A5 فیل E3 حمله به این رخ، رخ B7 و بعد فیل D5. فیل D5 خب حرکت مهمیه، به خاطر اینکه میبینید که تو این بازی اصلا یه لحظه هم به حریف خودش اجازه نفس کشیدن نمیده یودیت پولگار. و بعد رخ B8 و رخ C7 B4 B3 و در ادامه رخ B5 حمله به فیل حمله به خونه C6 میره، خونه بسیار خوبیه برای این فیل. و بعد رخ در F5 این پیاده اذیت کنه رو اعصاب و بالاخره میگیره که این خونه رو تحت کنترل داشت. اما حرکت پولگار حرکت جالبیه. در C8 فیل رو میگیره، در ادامه در C8 جواب میده سیاه با اون یکی رخش که وارد بازی میشه جواب میده و بعد در D7 فیل سفید به 2 رخ به زیبایی داره حمله میکنه. در ادامه رخ C5 فیل F5 رخ رو میگیره، در F5 جواب میده، رخ به D1 میره تا بیاره در واقع در D8 کیش بده حریفو و بعد برای جلوگیری کردن از این اتفاق و برای اینکه شاه راه فراری داشته باشه به J8 میره و حرکت کشنده خانم پولگار که باعث میشه ویشی آناند قهرمان شطرنج انصراف بده از ادامه مسابقه وزیر J2. وزیر J2 باعث میشه که خب دیگه بیخیال ادامه بازی بشه آناند و این تلاش خودش رو بیهوده بدونه، به خاطر اینکه این پیاده مهمیه و اگر سقوط بکنه دیگه در واقع محافظی نخواهد داشت. این رخ و رخ ضعیفی خواهد بود از طرف این وزیر بنده خداییه، به خاطر اینکه خیلی خونه‌ای نداره بره و خونه‌های مفیدی نداره که باهاش بتونه برای حریف خطر آفرین باشه و مضافاً اینکه این ستون در اختیار رخ در واقع سفید هست. تازه اگر که این پیاده رو بگیره وزیر، این قطر برای وزیر باز میشه و خب به اشکال مختلفی میتونه به شاه حمله کنه. افسانه ها میگن که تو اون لحظه آقای آناند یه لحظه میاد این شاه سیاه رو دست بگیره که جا به جا بکنه و در واقع بازی رو ادامه بده، ولی همون افسانه ها میگن که همونجا پشیمون میشه و دیگه بیخیال ادامه مسابقه میشه. امیدواریم که از تماشای مسابقه لذت برده باشید. با یک مسابقه دیگه از تاریخ شطرنج دنیا در خدمت شما بودیم. خیلی دوست داریم که دوباره شما رو ببینیم و نظراتتون رو بشنویم. ممنون که با ما همراه بودید.